ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی میکرد و مردم با نیرنگی حماقت او را دست میانداخت. دو سکه به او نشان میدادند که یکیشان طلا و یکی هم نقره بودند، ولی ملا نصرالدین هر روز سکه نقره را انتخاب میکرد. این داستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز گروه زن و مرد می آمدند و دو سکه به او نشان می دادند، ولی ملا نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب می کردند. تا اینکه مردی مهربانی از راه رسید و از اینکه ملا نصرالدین را آنطور دست می انداخت ناراحت شد. در گوشه میدان به سراغش رفت و گفت هر وقت دو سکه به تو نشان داد سکه طلا را بردار، این طور هم پول بیشتری به گیرت می آید و هم کسی دیگر دست به تو نمی اندازد. مولا نصرالدین پاسخ داد ظاهرا حق با شماست، اما اگر سکه طلا را بردارم دیگر نه کسی به من پول می دهد تا ثابت کنند که من احمقتر از آنهایم. شما نمی دانید تا حالا با این کلک چقدر پول گیر آوردم.